هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد زن پی برد که شوهرش میخواهد زن دوم بگیرد. یک روز صبح 4 تخم مرغ را آبپز کرد و آنها را با رنگ‌های مختلف رنگ کرد و نزد شوهرش گذاشت. مرد جویان این مسئله شد که برای چی تخم‌ها هر رنگه هستند. زن گفت بعد خوردن تخم‌ها متوجه خواهید شد. مرد باشد هر 4 تخم‌ها را خورد. بعداً زن با او گفت فهمیدی که مزه هر 4 تخم یک بود. زنها نیز چنین هستند، فقط شکل ظاهریشان فرق میکنند و تمام. مرد کمی فکر کرد و گفت ولی من از این یک کشفیات کردم. زن پرسید چی کشفیات؟ مرد گفت کشف کردم که مردها نسبت به 1 تخم به 4 تخم بهتر سیر می شوند. مرد گفت اگر تو برای من 1 دانه تخم می آوردی من سیر نمی کردم و تو برای من 4 دانه تخم آوردی و من سیر کردم. مردها هم چنین هستند، با 1 زن سیر نمی کنند. 1 زن، 2 زن، 3 زن، 4 زن برای ما گرفتن ممکن است که؟ بله دوستان عزیز، این قصه شاید برای بعضی از خواهران و مادرانی که مانع می شوند برای شوهران خود که زن دوم نگیرند عبرت برای آنها شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.